آیا بیناهای بلند آشیانه به زلزله‌ها تاب‌آور است؟ این یکی از مسائلی بودند که متخصصان ساحه معماری و ساختمان در کنفرانسی علمی عملی بین المللی مورد بررسی قرار دادند. این کنفرانسی در تالار دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی دایر گردید. متخصصان داخلی و خارجی عاید به معماها و دورنمای رشد معماری و ساختمان در جمهوری تاجیکستان بحث کرده از رشد این ساحه حرف زدند. سالهای آخر حصه محصولات ساختمانی در ساختار مجموعه محصولات داخلی افزایش یافته حالا آن 11% را تشکیل می‌نماید. با استفاده سپردن منزل استقامتی، مکتب‌ها، بیمارخانه و دیگر ابیکت‌های تعینات اجتماعی اقتصادی به مراتب افزوده است. در کنفرانسی علمی عملی بین المللی پیشنهاد کرده شد که در ولایت سوخت 12,000 انشاءات ساخته شده، چند از آن تعمیر و تجدید آن از نو برقرار شود. سمت‌های اساسی تکمیل معیارهای زلزله تاب‌آوری در تاجیکستان، پیشگویی استفاده فیبر بتون در شرایط ساختمانی سیسمیکی، راه‌های تأمین صفت ساختمان انشاءات‌ها در اساس طلبات معیار و قاعده‌های ساختمان جمهوری تاجیکستان، معماهای مبرم ساختمان معاصر، سیستم گرمیدهی، استفاده مصالح‌ها از سنگ و زلزله تاب‌آوری بیناها. این موضوع‌های بودند که از جانب متخصصان داخلی و خارجی، استادان و پروفسوران و سابقه‌داران مهنت ساحه ساختمان معرضه‌ها شنیده شد. Процессы строительства и эксплуатации зданий и сооружений из бетона в результате воздействия деформации, ударных, вибрационных и других динамических нагрузок и погрешности в армировании, хрупкости используемых материалов могут образоваться различные трещины. Предотвратить перечисленные выше причины появления трещин в бетоне и уменьшить их влияние на свойства материала можно путем применения дисперсного армирования. کارشناسان بر آن نظرند که از روی قاعده و معیارهای ساختمان در منطقه ولایت سوخت برای بنیاد بیناها تا 20 آشانه اجازه داده شده است. این هم در منطقه هایی که برای زمین لرزه تاب‌آور هستند اجازه است که بیناهای تا 20 آشانه بنیاد گردد، یعنی این وابسته به شرایط سیسمیکی اشان می باشد. بیناهایی که از بنیاد شده ایستادن بیناهای سیماشون زیبا، لیکن اگر در مقایسه با بیناهایی که در کشورهای پیشقدم دنیا بینیم این کفایه نمیشه. پیش اصلا این بناهایی که در خارج کشور هست آنها خیلی بسیار روشن میباشند، چون که در حالتی که تاجیکستان این منطقه کوهستان میباشد و همگی 7% هموار زمین، ما باید بناهای بسیار روشن سازیم. برای ساختن بناهای بسیار روشن پرابلم اساسی، معمای اساسی این زلزله استواری بناها میباشد. اون کانسپت زلزله استواری بناها که در معیارهای حقوقی ساختمانی تاجیکستان هست، بناهای تا 50-60 آشانه ساختن به امکانیت نمیدن و ما باید همین کانسپت رو با موافقه با دولت‌های پیشقدم دنیا که در آنها زلزله از ما هم تیزتر میشد و بلندتر ما عبرت گیریم. اینا به مانند ژاپن، کره و شرق‌های متحده آمریکا. برای این البته امکانیتی گفتم که تاجیکستان اینقدر هم موافقت نمیکند، لیکن ما کوشش به خرج دادیم و در کار که با آنها برابر شده از تکنولوژی معاصر زمانوی استفاده بریم و آینده در حل کنسترکتیو بناها مسائل معاصر سبک استوارشون زیاد و زلزله تاب‌آور رو بسیارتر استفاده بریم. مقصد اساسی برگزاری کنفرانس این پیش از همه حل معماهای مبرم در ساحه معماری و ساختمان و آماده نمودن کادرهای صاحب تخصص می باشد تا این ساحه رشد نموده مشکلی های موجوده حل خود را یابد. گزارش منظور بختیارزاده و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.